الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، الله متعال در قرآن قسم یاد میکند به فجر و الفجر، سپس قسم یاد میکند به 10 روز و لیال عشر. این 10 روز به گفته جمهور صحابه و تابعین و علمای اهل سنت، این 10 روز اول ذوالحجه هست و لیال عشر. این 10 روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه العمل فیه من هذه الايام العشر. این 10 روزی که نزد الله محبوبن، نزد الله بزرگن، محبوب تر از این روزها روزی نیست نزد الله متعال. در خسران و زیان است آن کسی که قدر این روزها را ندانه، با عمل صالح سپری نکند. و لیال عشر و الشفع و الوتر. شفع و وترش هم علما چنانچه گفتن مقصود روز عرفه هست و روز عیدش روز 9 و 10 از ذوالحجه. پس این روزها روزهای بزرگی است که الله متعال به آن قسم یاد میکنه و لیال عشر. همچنین الله در قرآن یاد میکند از حج به عنوان یکی از ماههای معلوم. الحج اشهر معلومات. این روزها روزهای مقدسی هستند که این چنین الله در قرآن ازش یاد میکنه. همچنین میفرماید الله جل شأنه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. این روزهای معلوم 10 روز ذوالحجه هست. این 10 روزی که بر ما مستحب است الله را در اون روزها یاد بکنیم با ذکر گفتن، تکبیر گفتن و تسبیح گفتن. همچنین بعضی از مفسرین در فرموده الله جل شأنه ووعدنا موسى 30 لیله واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله. بعضی از مفسرین در تفسیر این آیه گفتن که موسی علیه السلام زمانی که به میعادگاه رفت در اون چه روز، اون 30 روز ابتداش 30 روز ذوالقعده بوده و 10 روزش از 10 روز ذوالحجه بوده. چنانچه هم ابن کثیر و هم سعدی یاد میکنه از مجاهد و مسروق و ابن عباس و دیگران. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من ایام اعظم عند الله، هیچ روزی نیست که نزد الله بزرگ باشه، ولا احب الیه، هیچ روزی نیست که نزد الله محبوب باشه، که دوست داشته باشه الله بندهش در اون روز عمل صالح و نیکی را انجام بده. من هذه الایام العشر، از این 10 روز اول ذوالحجه. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فاکثروا فیهن من التهلیل، پس در این روزها زیاد لا اله الا الله بگید و التکبیر و التحمید، و تکبیر بگید و حمد الله را بگید. این حدیث در مسند امام احمد و صحیحه. و در حدیث از ام عطیه رضی الله عنها در صحیح بخاری روایت است که میگوید کنا نؤمر ان نخرج یوم العید، ما زنها دستور داده میشدیم که روز عید به مصلا بریم، حتی نخرج البکر من خدرها، حتی دختران باکره را هم با خودمون ببریم، حتی اون دخترانی که حیزن، حتی نخرج الحیض فیکون خلف الناس، و اون دخترها و زنان آخر اون صفها در گوشه از اون مصلا بنشینن، فیکبرن به تکبیرهم، و تکبیر بگوین با تکبیر مسلمان ها، و یدعون به دعائهم، و با اون دعایی که میکنن دعا بکنن، آمین بگن، یرجون برکت ذلك اليوم و طهرته، تا اینکه مشمول اون دعاها واقع بشن و از برکت اون دعاها و برکت اون روز اینها هم از اون محروم نشن. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما اهل محل قط الا بشر، کسی نیست که در این روزها لا اله الا الله بگه، ولا کبر مکبر قط، و کسی نیست که در این روزها تکبیر بگوید الا بشر، مگر اینکه بشارت داده بشه. گفتن یا رسول الله بشارت به بهشت؟ فرمودن آری. الله اکبر. چقدر پاداش بزرگی هست برای کسی که در این روزها این تسبیحات و این تکبیرات را بگه، ورد زبانش را بکنه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. بدون شک فضیلت ذکر گفتن و دیگر اعمال صالحه، صدقه دادن و روزه گرفتن پاداشش فزونی داره در این روزهای مبارک، این روزهایی که الله در قرآن با آنها قسم یاد کرده. و صحابه روایت است از عبدالله بن عمر و ابو هریره که می رفتن در کوچه ها و خیابون، در بازارها تکبیر می گفتن. در حدیثی از عبدالله بن عباس روایت است که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه، قالوا ولا الجهاد، قالوا ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ما العمل في ایام افضل،
هیچ عملی نیست که بهتر باشه، هیچ عملی ما نداریم که مصادف باشه با عمل در این روز از لحاظ خوبی و پاداشی که الله گذاشته برای اون عمل نیک و خوب. گفتن یا رسول الله حتی جهاد، گفتن حتی جهاد، مگر اون کسی که جهاد رفته با جان و مالش و نه جانش برگشته و نه مالش. بخاطر همین است که ابن رجب رحمه الله میگوید این حدیث دلالت بر اینه که هر عملی، چه اعمال مستحب از زکات و صدقه و از خوبی و احسان و بر والدین، چه اعمال مستحب باشه و چه اعمال فرضی از نمازهای فرض پنجگانه، نزد الله در این روزها تمامی اونها مضاعف میشه، تمامی اعمال مضاعف میشه. درسته یک شخصی که قرض داره روزهای رمضانش رو گرفته میتونه در این روزها این روزه را بگیره، هرچند که اولاتر اینه که انسان این روزها را خاص این روزه بگیره، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم این روزها را روزه میگرفتن، چنانچه در احادیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 روز ذوالحجه را روزه میگرفتن. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم 9 ذوالحجه، هرچند که ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که میگوید ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این 10 روز روزه بگیره. حالا با توجه به شرایطی که بوده، حالا شاید مسافرتی یا جهادی که بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این 9 روز را روزه بگیره. علما در پاسخ میگن، امام نووی رحمه الله در شرح منهاج صحیح مسلم میگوید که اینجا قول اون کسی که اثبات میکنه بر روزه گرفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم مقدمه بر اون کسی که نفی میکنه. و در نظر علمای اهل سنت شکی در پرفضیل بودن روزه گرفتن در این 9 روز ذوالحجه نیست. در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند افضل ایام الدنیا ایام العشر، بهترین روزهای دنیا 10 روز ذوالحجه هست. بهترین روزهای دنیا 10 روز ذوالحجه هست. پس این روزها روزهای بزرگی هستند، خصوصا روز 9 ذوالحجه که روز عرفه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در شأن روزه گرفتن روز عرفه میگوید صیام یوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. اینجوری رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه از فضیلت روز عرفه که میگوید کفاره گناهان 1 سال قبل و بعدش میشود. خب این فضیلت بسیار بزرگی هست که الله قرار داده برای روزه گرفتن، اونم 1 روز از روزهای این 10 روز ذوالحجه. گناهان 2 سال انسان آمرزیده و بخشیده میشه از گناهان صغیره با روزه گرفتن روز عرفه. پس روز عرفه مصادف با بخشش گناهان 1 سال قبل و بعده. این فضیلت روز عرفه. اما فضیلت روز عید قربان، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان اعظم الایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر. از بزرگترین روزها نزد الله متعال روز نحر، روز قربانیه. روز بزرگیه به خاطر اینکه عمل بسیار بزرگی و اونم قربانی کردن در اون روز صورت میگیره. الله جل شأنه در قرآن به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکنه به قربانی کردن. الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فصلی لربک، نماز را برای الله بخون، وانحر و نحر کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا 2 گوسفند را قربانی میکردن، هرچند که گاهی هم 1 گوسفند را قربانی میکردن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه در حدیث داریم در صحیح مسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، در روایت فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، در روایتی فلیمسک عن شعره و اظافره. اگر شروع شد 10 روز ذوالحجه، اگر یک از شما قصد قربانی کردن را داشت، پس نه موهای خودش را دست بگیره و نه هم ناخنهای خودش را کوتاه بکنه. این به خاطر اهمیت قربانی هست که انسان خودش رو آماده بکنه و حواسش باشه به این که میخواهد قربانی بکنه. مثل انسان مواظب باشه وقتی قربانی داره نه موها و نه ناخنهای خودش رو کوتاه بکنه. یک از مسائل بسیار مهم که ما باید بهش توجه خاصی داشته باشیم مسئله قربانی هست. اولا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم گاهی 2 تا قربانی میکردن، گاهی 1. چنانچه در حدیث انس داریم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یضحی بکبشین املحین اقرانین، 2 تا گوسفند چاق، 2 تا گوسفند که شاخ داشتن. و کان یسمی و یکبر، و بسم الله میگفتن و الله اکبر میگفتن. فلقد رأیته یذبحهما بیده، دیدم که رسول خودش با دست خودش قربانی میکنه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی میکردن. سنت است انسان خودش قربانی بکنه و بسم الله و الله اکبر بگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوی ما هستن. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، برای شما در رسول الله صلی الله علیه و الگوی نیکی است. رسول الله صلی الله علیه و الگوی ما هست. ادعا داریم اللهی که محمد را صلی الله علیه و سلم فرستاده دوست داریم،
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر واقعا ادعای محبت الله رو دارید، از رسول من، از پیغمبر من الله میگوید پس پیروی بکنید. ما باید رهرو راه رسول الله صلی الله علیه و سلم در عبادات ها و طاعت ها باشیم. یکی از شریفترین و بزرگترین عبادت ها قربانیه. خیلی ها ازش غافلن به عنوان اینکه در مذهب اومده که سنته. سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت تهدید میکنه بر اون کسی که توان قربانی رو داره ولی قربانی نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح اومده میفرمایند من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. کسی که توان قربانی رو داره ولی قربانی نمیکنه نزدیک مصلای ما هم نشه. خب این وعید سختیه، تهدید سختی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اون کسی که میتونه ولی قربانی نمیکنه. قربانی شأنش بزرگه که الله ابراهیم خلیل الرحمن را دستور میدهد که فرزندش اسماعیل را قربانی بکنه. پس عبادت خیلی بزرگیه که الله دستور میدهد به این پیغمبرش که فرزندش را قربانی بکنه. و یاد داشته باشیم الله چگونه ملامت و سرزنش میکنه قابیل را در اون قربانی که الله ازش خواسته بود و ازش قبول نکرد. قربانی کرد ولی ازش قبول نشد. چه برسد به اون کسی که اصلا قربانی نمیکنه. ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک. الله از یکیشون قبول کرد، از دیگری قبول نکرد. پس انسان باید حریص باشه بر انجام این عبادت بزرگ که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی آن را ترک نکردن و رسول الله هم صلی الله علیه و سلم حریص بودن بر اینکه خودش با دستان خودش قربانی هم بکنه. اونم در بعد از نماز عید در مصلا که همه بیان و شاهد این شعیره و این عبادت باشن. این عبادت را انسان باید به نحو احسن انجام بده تا الله ازش بپذیره، خصوصا در این 10 روز ذوالحجه که پر برکت و پر فضیلن و معلوم نیست یکی از ما آیا دوباره توفیق این را و سعادت این را پیدا بکنه که زنده باشه و شاهد این چنین روزهایی باشه یا نه. صلی الله علی محمد و علی آل محمد.